امشب قراره بریم کنسرت بهنام بانی. مامانم میخواد این آرایش زیبا رو بهتون یاد بده. پس بزن بریم. بعد از پاک کردن صورتم با تونر از آبرسانم استفاده کردم و از اسپری فیکسم استفاده کردم. بعد از اون به کل صورتم زدم. ژل ابروم استفاده کردم و ابروامو لیف کردم. از یک کرم پودر سبک استفاده کردم و به کل صورتم زدم. با بلندرم فیدش کردم. دوباره احساس کردم کاورش کمی، یه مقدار دیگه اضافه کردم و فیدش کردم. از کانسیلرم برای هایلایت صورتم، از رژگونه مایع برای سیب گونه برای شادابی پوستم و بعد بلندش کردم و از رژگونه پودر استفاده کردم برای خشک کردن. از پودر فیکسم استفاده کردم برای کل صورتم. بعد با پنکیک قسمت‌هایی رو که دوست داشتم کاور بیشتری بهم بده استفاده کردم. از کانتور خشکم برای روی بینی استفاده کردم و رنگ روشنش برای روی گونم. برای چشمم از فرموژه استفاده کردم. پشت پلکمون بین خطوط رو پر کردم. با دستم کانسیلر زده بودم، از یک رنگ نود استفاده کردم و یه مداد قهوه‌ای توی چشمم کشیدم و اونو فیدش کردم و از یک خط چشم مویی استفاده کردم روی اون مدادی که کشیده بودم و پررنگ کردم. یه موژه استفاده کردم و بعد با خط لب و رژ لبم آرایشم تموم شد. Oh,